کابلم. شهری که در درهای وسیع واقع شده و دریا کابل از میان آن عبور می‌کند. این دریا زیبا از کوه پغمان سرچشمه گرفته و در طول مسیر خود به مناطق مختلفی مانند پلچرخی و نقلو می‌رسد. در نهایت، دریا کابل پس از طی مسافت 560 کیلومتر در افغانستان به دریاهای دیگر می‌پیوندد و به کابل آب و هوای معتدل و فرح بخشی می‌بخشد. اما زیبایی‌های کابل به همین جا ختم نمی‌شود. این شهر از دوران باستان، به ویژه دوره کوشانی‌ها، با معابد و استوپه‌های بودایی مشهور است. تپه مرنجان و تپه‌های اطراف آن مکان‌هایی هستند که آثار مهمی از دوران بودایی را در خود جای دادند. این معابد و آثار باستانی، گنجینه‌های فرهنگی و تاریخی کابل هستند. کابل داستان‌های بسیاری برای گفتن دارد. با ما همراه باشید تا بیشتر با این گنجینه‌های پنهان آشنا شویم.